کتاب در همه دور و زمانها منبع اساسی علم و دانش و اخلاق و معنویات بود، هست و خواهد ماند. میان قوم و ملت‌های عهد باستان تاجیکان به گونه ملت صاحب دیوان و صاحب تمدن شناخته شدند و با گذشت قرنها میراث گران ارزش ملت نفوذ و اعتبار بزرگ پیدا کرد. واقعاً تاجیکان با فرهنگ و تمدن باستانی خود برای تشکل فرهنگ‌های دیگر خلقیت و ملت‌ها سهم تاریخی گذاشتند و آثار برگزیده عالمان و دانشمندان تاجیک، اهل علم و ادب و محققانش عصرها و امروز هم در همه ساحات دولت‌های متمدن عالم مورد کاربرد قرار گرفتند. اثبات این گفته‌ها برگزاری آزمون نوبتی بین المللی صنعت کتاب کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل که روزهای 7 و 8 اوگوست سال روان در شهر دوشنبه برگزار گشت میباشد و در این آزمون ناشران تاجیک صاحب شاه جایزه و جایزه‌ها و مقام‌های افتخاری گشتند. اثر بیزوال شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا قانون طب سزاوار شاه جایزه گشت و این واقعاً یک رویداد بزرگ فرهنگی ارزیابی می‌شود. قانون طب سینا در جهان یکی از دانشنامه‌های بزرگ علمی پزشکی اعتراف شده است. شرط‌های آزمون خیلی جدی بودند و پیش از همه محتوای کتاب‌ها، صفت آنها، تصویرهای مقاومه‌بندی و فعالیت ناشران به عنوان گرفته شدند. قانون طب شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا از جانب سردکس علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک مرتب شده است و این بازگوی آن است که امروز ناشران ما در رقابت با نشریه‌های جهانی مقام ارزنده دارند. در آزمون مذکور کتاب‌های دیگری تازه نشر ناشران ما نیز سزاوار جایهای نمایان گشتند. نتیجه آزمون سنه 6 سپتامبر در دایره نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو فدراسیون روسیه اعلام گردید. شاه جایزه به اثر ابو علی ابن سینا قانون طب و دیگر جایزه ها به نمایندگان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و ناشران تاجیک تقدیم گردیدند. واقعاً طی سالهای استقلال کشور راهبریت عالی مملکت برای تهیه و نشر آثار برگزیده علمی و بدیعی تدبیرهای سودمند اندیشیده است و امروز نیز چاپ کتاب‌ها در سطح خیلی عالی به راه مانده شده است. اگر هدف اساسی چنین همایش دریافت لایحه و دستاوردهای بهترین در ساحه طبع و نشر باشد، پس برای هرچه بیشتر و بهتر ترغیب آن در دایره مملکت‌های اتحاد دولت‌های مستقل و جهان باز کدام تدبیرها را می‌توان اندیشید. در آزمون بین المللی 21 صنعت کتاب ناشران تاجیکستان صاحب شاه جایزه، خب 2 جای اول، 3 جای دوم، 3 جای سوم و 3 دیپلم مخصوصی این آزمونی با نفوذ گردیدند و نمونه از اون دیپلم ها و کتاب ها اینجا روی میز ما هستند تا بینندگان ما خود قضاوت کنند که در چه سطح کتاب های ما پیشنهاد شدند و البته این یک دستاورد بسیار خوبه برای هم ناشران ما بود و هم برای علاقمندان کتاب. من پیش از همه میخواستم که شما که در مرتب کردن این کتاب ها، در نشر این کتاب ها، هم انسیکلوپدیای ملی تاجیک، هم نشریات عرفان و نشریات ادب سهم گذاشته اید، نخست برداشت خودتان را از نتیجه های این آزمون و درجه اشتراک ناشرانمان در این آزمون بین المللی بیان کنید. این آزمونی که برگزار شد و این دستاوردهایی که ما شاهدی آن گشتیم که برای ما به دست آمدند، اینها چند چیزی از خود درک می‌دهند. یکم، رشدی بسیار بلندی ساحه نشر و انتشار کتاب و همزمان تهیه مضمون کتاب ها. دوم، تاریخاً چون ملت ما میراث گرانبهایی از خود در تمدن جهانی دارد، خود همین کتاب و فرهنگ است. این یک بس رمزی بود که برای ما اینقدر جایزه های بسیار خوب، این دستاوردهای درجه بلند نصیب گشتند، ما سرفراز اینها گشتیم و اینا باز هم یک سیمای ملت ما را در میان همسایگان و در میان کشورهای منطقه و جهان باز هم از همان زاویه‌ای که تاکنون همچون یک ملت فرهنگی، همچون یک ملت کتابدار شناخته بودیم، باز هم در یک شکل و شیوه نو در زمان معاصر با یک اسلوب دیگر به نمایش گذاشتند. من فکر میکنم که فعالی بسیار نیک بود. خوب زحمت بسیاری از کلی کارمندان و ناشران و
ҳама дар маҷмӯъ соҳаи табу нашри мамлакат аст. ин ҳосили заҳмати ҳамаи мост. اصلی کتاب قانون طبی شیخ رئیس ابن سینا عربی است و ببینید بعد از 1000 سال این کتاب باری نخست در یک مجلد بسیار بزرگ و زیبا با زبان بسیار شیوای تاجیکی و علمی از طرف محقق بسیار پرکاری ما شادروان شهاب‌الدین نورالدین چه شده بود، یعنی ترجمه و برگردان شده بود. من میخواستم راجع به ویژگی های این کتاب که این کتاب چی مقامی اصلا در عالم طب داشت. استاد روانشاد سعید نورالدین شهاب‌الدینов که از مستشرقین قوی و داننده خوب زبان عربی بودند که فضای علمی مملکتشان را خوب میشناسند، در با همدیگر قیاس کردن نسخه ها و دستخط های عربی و با قیاس کردن اینها با دیگر نشرها و ترجمه ها این کتاب رو در یک شکل کامل تهیه کردند و پیشکشی خوب خواننده تاجیک کردند و با یک چنین زیور طبع آراسته شدن اون هم یک بیانگری ارزشمندی این کتاب در میان ملت ما هست. مؤسسه نشریوی عرفان در این زمینه کوشش نموده ایستاده است که بزرگترین آثار ادبی، علمی، تاریخی، سیاسی را منظور خوانندگان نماید و در سال 2024 با مؤسسه ما و در هیئت تحریریه مؤسسه ما عالمان دانشمندان به این خلاصه آمدیم که گلچین غزلیات مولانا جلال الدین بلخی را برای خوانندگان پیشنهاد نماییم و این کتاب اصلا غزلیات مولانا را پره در بر گرفته است و ما کوشش نمودیم که غزل‌های ناب مولانا را با زبان تاجیکی، با زبان انگلیسی و خط فارسی منظور نماییم و وقتی که ما این کتاب را پیشنهاد نمودیم با یک دیدی نو، با یک نگاهی نو، از لحاظ تصویر خیلی جالب و ببینید که در اینجا رسم خود مولانا کشیده شده است و او در حالت تفکر است، یعنی شعر مولانا، غزل مولانا همیشه بار معنی میکشد و سعید نفیسی یکی از محققان برجسته سطح بین المللی بیان میکند که شعر مولانا شعر تفکر است، شعر اندیشه است و ما کوشش نمودیم که چنین کتاب را پیشنهاد نماییم و در آزمون 21مین آزمون بین المللی صنعت کتاب که همگان شاهد بودیم، این کتاب در نامینه گفتگوی تمدن‌ها صاحب جای اول شد و این باعث افتخار و سرفرازی است، چون عصر 21 اصلا عصر برخورد تمدن‌ها است، عصر برخورد منفعت‌ها است و حفظ کردن ارزش‌های ملی، منفعت‌های دولتی و حفظ کردن نام بزرگان ما امروز در عرصه بین المللی برای ما و شما بسیار مهم است و ما کوشش نموده ایستاده‌ایم که توسط نشر بزرگترین آثار ادبی، علمی، تاریخی فرزندان فرزانه ملت تاجیک نام آنها را به خود رقم بزنیم و برای جهانیان بار دیگر ثابت بسازیم که این فرزندان فرزانه تاجیک نه تنها برای علم تاجیک بلکه برای علم دنیا خدمت نمود. کتاب گلچین غزلیات مولانا و اینجا کتاب دیگر هست جام جان که نشریات عرفان و نشر رساندن امسال در یک کنفرانس بسیار بزرگی با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام الرحمن و حکومت جمهوری تاجیکستان 850 سالگی مولانا جلال الدین محمد بلخی در قرارگاه یونسکو در شهر پاریژ جمهوری فرانسه برگزار شد. این کتاب ها همچون کتاب های ارمغانی از جمله کتاب تاجیکانی علامه باجان غفور با زبان انگلیسی، همچون کتاب های ارمغانی به مهمانان عالی مقام این کنفرانس بین المللی چی شده بودند، تحفه شده بودند. امسال سال تا 35 سالگی سال مخصوص است برای حکیم ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه او، چون از جانب متشبث پیشوای معظم ملت این کتاب نشر و به هر خاندان رایگان تقدیم میشد، مثل کتاب تاجیکان قبلا شده بود و کتاب داستان از شاهنامه نیست که محصول نشریات ادیب است، صاحب دیپلم مخصوصی آزمون بین‌المللی صنعت کتاب گردیده بود و ما از استاد محترم خواهش می‌کنیم راجع به جایگاه این کتاب، راجع به محتوای این کتاب صحبت کنند. واقعا
حکیم فردوسی نه تنها در شمار سرآمدان و دهایان علم و ادب فارس و تاجیک بلکه در شمار نابغگان علم و ادب تمام دنیا مقام شایسته دارد که این را بزرگان بسیار کشورهای دنیا اعتراف کردند و در ستایش فردوسی سخنان بسیار پرحکمت گفتند. از جمله یکی از نویسندگان مشهور گرجستان نادر دنبادزه با قول دخترش گفته بود که من هر صبح از خواب میخیزم و پیش شاهنامه حکیم فردوسی یک بار تعظیم میکنم و بعد به کار شروع مینمایم که این گفته در صدای مردم سال 2016 چاپ شده بود. و طور شما گفتید امسال سال حکیم فردوسی است، این سال و سال دیگر و سالهای دیگر و من فکر میکنم که همه ساله برای مردم تاجیک سال حکیم فردوسی است و از قدیم این جانب شاهنامه در میان مردم تاجیک مقام شایسته داشت و محفل های شاهنامه خوانی در همه گوشه و کنار آنجا که زبان تاجیکی و فارسی رایج بود خوانده میشد، از یاد خوانده میشد و از یاد کرده میشد. و این کتابی که امروز شما گفته در آزمون سزاوار دیپلم مخصوص گردید از سلسله 7 اختر به نشر رسیده است و این 7 اختر نام گرفتن این کتاب به آن سبب است که شاعر بزرگ آلمانی یک اقتباس دارد درباره 7 تن شاعران بزرگ تاجیک که در مقدمه این کتاب آمده است. گیاته میگوید فارس ها یعنی تاجیکان از همه شاعرانشان در طول 500 ساله تنها 7 نفر فردوسی، انوری، نظامی، جلال الدین بلخی، سعدی، حافظ و جامی را ارزنده دانستند، لیکن اکثری نپسندیده هایشان نیز از من بهترند. واقعا داد انصاف را داده است، بسیار با انصافانه و بسیار خاکسارانه و بسیار واقع بینانه هم گفته است که در آن شماری که در اینجا نامبر نشدند بسیار نابغه های دیگر هستند که واقعا در ادبیات جهان شهرت دارند و باید گفت که حکیم فردوسی در تاجیکستان بسیار مورد احترام و بسیار مورد ارج گذاری قرار دارد و طور ما همگان خبر داریم چند پیش در شمار سلسله 50 جلده اختران ادب 10 جلد شاهنامه حکیم فردوسی به نشر رسید و این ایده نشر 7 اختر از جانب شاعر خلقی تاجیکستان دولت سفر پیشنهاد شد و فکر میکنم یکی از تحفه های خوب است برای خوانندگان امروز و خاصه امروز در کشورمان آزمون مطالعه شاهنامه جریان دارد، آغاز شده است و برای آنهایی که به این آزمون اشتراک میکنند و داوطلبی میکنند این اثرها بسیار ضرور و سری وقتی است. کتاب 7 اختر نخستین سلسله کتابی است که در دایره عملی سازی نقشه چاره‌بینی های برنامه دولتی رشد ساحه طبع و نشر و مطبوعات تاجیکستان برای سالهای 2022 و 26 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2022 قبول گردیده بود. این کتاب یعنی با نشر این کتاب شروع شده بود و بعدا این کتاب‌های زیبای دیگری که می‌بینید این کتاب‌ها نیز با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتاً اون غمخوری‌های پیشوای معظم ملت است که چون این یک برنامه قبول شد همه ساله از بودجه دولت برای نشریات‌های وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مبلغ‌های معین جدا می‌گردد و طوری می‌بینیم این مبلغ‌ها الکی خودشون رو نشان داده ایستند، یعنی هم در سطح و صفت، هم در انتخاب، هم در مضمون. خب اینجا یک می‌خواستم راجع به کتاب‌های دیگر نیست که در این آزمون بین‌المللی صنعت کتاب سزاوار جای‌ها و مقام‌های شایسته
شایسته گردیدن صحبت کنیم، چون این پیوسته با ایمیج تاجیکستان در جامعه بین المللی نیز ربط دارد. دو کتاب دیگر است، یکی کتاب دانشنامه جمهوری تاجیکستان است و دیگر کتاب آلبوم تاجیکستان است. کتاب دانشنامه رو البته انسیکلوپدی ملی تاجیک به نشر رسانده است و کتاب آلبوم رو نشریات عرفان که این کتاب‌ها نیز در میان کتاب‌هایی که پیشنهاد شدند درخشیدند و صاحب جای‌های نمایان گردیدند. دانشنامه جمهوری تاجیکستان یکی از کتاب‌های انسیکلوپدی است، دانشنامه‌ای است که کلی معلومات مختصر و همون کامل و مختصر را برای خواننده در شکل دانشنامه پیشنهاد میکند. همه اون چیزی که فراهم شده است و در این دانشنامه درج گشته است، نوشته شده است، همه مربوط به تاریخ و فرهنگ و همه بخش‌های دیگری جمهوری تاجیکستان است. البته اینجا یک بخش تاریخی کمی به تفصیل است و دیگر بخش‌ها جغرافیا و همه این آمار و معلوماتی که در اینجا جمع شده است همه مستند در یک شکل، یعنی هر اطلاعات ضروری که برای تاجیکستان لازم است در این کتاب بله، هم برای شهروندان خود جمهوری تاجیکستان، برای خود ما و هم برای بعضی از افراد دیگر که میخواهند درباره تاجیکستان یک معلومات کامل و مختصری هم در یک چیز برای خودشان داشته باشند. در یک کتاب همین دانشنامه جمهوری تاجیکستان یکی از بهترین کتاب‌ها در همین سمت است. اصلا این کتاب تمام رسم‌ها را از گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان در اینجا بسیار در یک شکل خوب، شکل زیبا آورده شده و یک بخش مهم این آثار تاریخی هم در اینجا آورده شده است که برای سیاحانی که از خارج کشور به تاجیکستان تشریف میارند این بسیار کتاب مهم است برای معرفی جمهوری تاجیکستان در یک کتاب و رسم‌ها آورده شدند و معلومات خیلی هم مفصل در رابطه با همون رسمی که در این کتاب آورده شده است و این معلومات مفصل اصلا با زبان انگلیسی پیشنهاد شده است که امروز چون که ما و شما میدونیم این زبان بین المللی هست و قسم زیادی از سیاحانی که به تاجیکستان میان همین زبان را بلد هستند اونها و این کتاب با یک شکل و سیمای خیلی زیبا و اون رسم‌هایی که در داخل کتاب آورده شدن از لحاظ صفت بسیار بلند هستند و حتی در اینجا در رابطه با ولایت مختار کوهستان بدخشان و ببر برفی که طول 3 ماه زیاده از 3 ماه محققان ما اون نفرانی که میخواستن این ببر رو رسم بگیرن اونها کاوش ها کردند و بالاخره اونها موفق شدند که یک بسیار رسم زیبا و جالب رو پیشنهاد کنند که امروز این حیوان خیلی نادر است و وقتی که این کتاب رو ما نشر نمودیم و اون سیاحانی که به کشور ما تشریف میارن ما به آنها این کتاب رو هدیه میکنیم و در قسما تمام فروشگاه‌های جمهوری تاجیکستان و اون مغازه‌های کتابی که در مرکز شهر هستند این کتاب هست و اونها از این خریداری میکنن و مؤسسه نشریه عرفان چون که شما بالاتر ذکر کردید در سمت نشر آثار ادبی، علمی، تاریخی و سیاسی پیشگام است و این کتابی که ما در دست داریم امروز وقت آن رسیده است که مؤسسه های نشریه ما، ناشران ما چون این کتاب ها را زیادتر پیشنهاد کنند چون زمانی برخورد منفعت ها است، برخورد تمدن ها است و ما می توانیم که در دیگر مجلدها به فرض مثال طعام های ملی خود، رسم آیینی خود را بخش این کتاب ها جای بدهیم و در سال 2025 هیئت علمی مؤسسه نشریه عرفان ما تصمیم گرفتیم که کتاب دیگری مصور تاجیکستان را به همین شکل در رابطه با لباس های ملی و فرهنگ ملی منظور خوانندگان نماییم. کتاب دانشنامه فرهنگ مردم تاجیک که سرریدکس علمی انسیکلوپدی ملی تاجیک اون رو به نشر رسانده است، جلد 8 آن به نشر رسیده در این آزمون
شرکت ورده سزاوار مقام خود گردید و جلد نهم آن نیز الکی آماده شده است و هر جلد این کتاب به یک موضوع بخش، مثلا یکی لباس است، یکی طعام است، یکی مثلا بازی ها است، یعنی هر گونه موضوع به موضوع میره. خیلی واقعا این هم کتابی بسیار خوبی است که از جانب انسیکلوپدیا ملی تاجیک تهیه شده است. و چند کتاب دیگر است اینجا از انسیکلوپدیا ملی تاجیک، یکی اختران علم، دیگر بزرگان فارس تاجیک و سیاحتنامه که سیاحتنامه جای اول صاحب جای اول در نمینه ادبیات بچگانه شده بود و بزرگان فارس تاجیک. این کتابی که با اهتمام استاد نور محمد امیرشاهی تهیه گردیده است و من میخوام راجع به این کتاب چند سخن بگویم، چون من فکر میکنم این کتاب در خاندان هر یک نفر از مردم تاجیکستان باشد، چون به شکل خیلی مختصر درباره همه بزرگانی که در علم و ادبیات و فرهنگ برای ملت ما کار کرده و من برای جهان کار کردن در این کتاب هست. این کتابی دانشنامه مختصری بزرگان فارس تاجیک با قلم مؤلفی خود استاد نور محمد امیرشاهی متعلق است. واقعا فراگیر معلوماتی خیلی ارزشمند است. این حاصل زحمت‌های جمع آوری اطلاع و تحقیقات چندین ساله بود که درباره هر کدام شرح حال مختصری هر کدام از بزرگان علم و فرهنگ و سیاست ما که طول عصرهای 7 تا 15 زندگی کردند اینجا معلومات به شکل مختصر گردآوری شده است و ارزش و جایگاهی نشر این کتاب در زمان معاصر میتوان گفت که خیلی مهم است، چون در عین زمان که جهان یک دچار تضادها و اختلافها و اینا است، بعضی از حمله های مغرضانه صورت میگیرد سری بعضی از ملت های دیگر، سری بعضی فرهنگ ها. در آن همین شب و روز، در آن همین شرایط معرفی کردن آثار گذشته ما، معرفی کردن شخصیت های ملت ما که در تاریخ بشریت نقش دارند، نه تنها این را ما اعتراف میکنیم، کلی جهان این شخصیت هایی که اینجا فراهم شدن به طور مختصر اینها در همون میراث فرهنگی و علمی و همین تاریخ بشر برای کل جهانیان مشهور هستند، شناخته هستند. از همین لحاظ نشر این کتاب یک پیام برای، البته اول برای خوانندگان خود ملت ما، خود مملکت ما مهم است، چون گذشتگان خود را بیشتر میشناسند و بعداً یک پیام برای دیگران خواهد بود تا سیما و چهره واقعی همین ملت فرهنگسازی تاجیک را به نمایش بگذارند و معرفی کنند. بله واقعا ما یاد داریم در یکی از ملاقات‌هایشان پیشوای معظم ملت راجع به همین مسئله توجه کرده گفته بودند که امروز در جهان بازاری معامله تاریخ با وجود آمده است که دلالان خود را دارد، مثلا خریداران خود را دارد و در چنین شرایط واقعا فقط کتاب فرهنگ میتواند که سخن حق را بگوید، سخن را بگوید که دلیل دارد، اثبات می شود و سخن را بگوید که موی را از خمیر جدا کند و مردم را از اشتباهات گوناگون چیکار کند، یعنی که رها کند، برهاند. واقعا در سالهای صاحب استقلالی کشورمان شماره نشریه ها، چاپخانه ها، مجله ها و روزنامه ها خیلی افزایش یافت. در برابر افزایش شماره صفت چاپ و آرایش نیز خیلی پیش رفت. در سطح فکر میکنم که کشورهای پیشرفته جهانی قرار دارد که دلیلش من این جایزه ها یکی امروز شما ذکر کردید می باشند. و البته در ساحه نشر کتاب هنوز هم قانع شدن امکان ندارد. مثلا آن کمک هایی که از جانب دولت، حکومت و پیشوای معظم ملت کرده می شود خیلی سری وقتی هستند برای ساحه رشد ساحه طبع و نشر. طوری آگاهی دارید از سال 2002 تا سال 2022 در نشریات ادب از جانب پیشوای معظم ملت همه ساله تقریبا 1 میلیون سامانی برای نشر کتاب ها، یعنی آثار کلاسیکان فارس و تاجیک و ادیبان امروزه جدا کرده می شد. از سال 2022 طور شما گفتید برنامه رشد ساحه طبع و نشر ادامه دارد که آن هم امکان می دهد همه ساله یک سلسله کتاب های خوب و خواندنی نشر شوند و به دسترس
خواننده گذاشته شوند. خوب در نشریات ادب همساله از شمار این برنامه رشد از شمار این مبلغ ها تقریبا 20-25 کتاب نشر کرده می شود و اینجا یک مشکلات است، یک مسئله هست. وقتی تقریبا از جانب برنامه رشد 1 میلیون سامانی وقتی جدا کرده می شود، ما مثلا برای نشر این 1 میلیون را برای نشر 25-30 کتاب به نقشه می گیریم و اگر برای یک کتاب عادی اگر 50,000 سامانی یا 60,000 سامانی مصرف کرده شود، برای آنکه کتاب در سطح خوب و آرایش خوب چاپ کرده شود برای این مبلغ زیاد لازم می شود. یعنی اگر مبلغ شماره کتاب را ما اگر زیاد کنیم مبلغ زیادتر بیشتر لازم می شود. برای این مثلا شما کتاب با چنین صفت و آرایش مبلغ زیاد صرف می شود. یعنی در آن صورت به جای 25 کتاب 10 کتاب چاپ کردن لازم می شود. خلاصه این یک مشکلاتی هست که باید که نشریات ها خود راه حلش را پیدا کنند. یعنی هم شماره کتاب ها به دسترس خواننده زیادتر پیشنهاد کرده شود و از این شمار باید که یک چند کتاب های چاپ شوند که در آزمون ها و نمایش های بین المللی که همه ساله در کشورهای دیگر برگزار می گیرند اشتراک کرده توانند شایسته مقام اول یا که جایزه ها شوند. خوب راه حل این مشکلات به دست خود نشریات ها هست. فکر میکنم آنها راه این حل را جستجو کرده پیدا میکنند. همساله از فوند ذخیروی پیشوای ملت محترم عمر رحمان مبلغ معین برای سلسله نشر آثار بزرگان براه مانده شده است که این در سمت نشر کتاب، توسعه بخشیدن کتاب و رشد دادن این ساحه نقش کلیدی می‌بازد و در زمان صاحب استقلالی بسیار برنامه‌های دولتی و استراتژی‌ها جهت رشد این ساحه قبول گردید و همساله از فوند ذخیروی چون که من یادآور شدم از فوند ذخیروی پیشوای ملت مبلغ‌های معین جدا می‌شوند و به فرض مثال ما گفته می‌توانیم که کتاب 50 جلده اختران ادب به نشر رسید و یکی از دیگر برنامه‌هایی که بسیار کلیدی است برنامه‌ای که در سمت توسعه بخشیدن رشد کتاب و اون آزمونی که ما صاحب جایهای اول شدیم این هم محصول تطبیق شدن همین برنامه است. برنامه رشد ساحه طبع و نشر و مطبوعات برای سالهای 2022-2026 است که مبلغ معین برای نشریات ها واگذار کرده می شود و در این زمینه آثار برای جامعه پیشنهاد میکنیم ما و من فکر میکنم که اگر اون تطبیق شدن این برنامه اگر حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه را قبول کردن در سال 2022 و تطبیق شدن این برنامه رسالت ازلی ما ناشران وطنی محسوب می شود. ساحه بخش طبع و نشر در مملکت در واقع در حال پیشروی هست. همین قیاس زمانی خود الکی برای ما چند چیز رو به نمایش میگذارد و ما واضحا هم این چیز رو میتوانیم خودمون مشاهده کنیم. استادان اینجا بسیار با موارد ذکر کردن که سالهای قبل پیشتر زمان گذشته در تصوری ما نمی‌گنجید که ما چگونه میتوانیم در تاجیکستان خود با چنین زیور و با چنین آرایش کتاب ها نشر کنیم و همزمان گذشته از مسئله آرایش و نشر مضمون کتاب ها ببینید چگونه اینجا کتاب های واقعا از نظر مضمون و محتوا ارزشمند معرفی کننده سیما و امان فرهنگ ملت تاجیک نشر شدند. ما یک مشکلی اساسی داریم که باید با کمک جامعه آن رو حل کنیم، یعنی به دست خواننده رسانیدن کتاب. در همین نقشه چوربینی های برنامه عملی سازی برنامه‌ای که ذکرش رفت یک بندش به ساختن مغازه‌های کتاب در تمام مرکزهای شهر و ناحیه‌ها و ولایت‌ها بخشیده شده است و الکی سال سوم است. ما با استفاده از این فرصت از همه مسئولانی که در مقامات محل هستند خواهش میکنیم که در محل‌ها
یک توی مغازه زمانوی فروش کتاب بسازند تا اینکه ناشران ما توانند این کتاب ها را به همه منطقه های تاجیکستان دسترس کنند تا اینکه کتاب به دست خواننده به هدف خودش برسد. خب پول برگردد به نشریات امکانی بازنشر کتاب های بهتر را داشته باشد، رقابت در بازار کتاب به وجود بیاید. یعنی این یکی از مسئله هایی است که ما باید امروز این مانع را گذر کنیم. هرچند که مثلا ما در تمام شهر و ناحیه ها بخش خصوصی داریم که به فروش مواد چاپی مشغول هستند، اما باید ما در کنار آن بخش دولتی فروش کتاب را نیز جاننا کنیم که من از استفاده از این منبر از همه مسئولان خواهش میکنم که به همین بند عملی سازی همین بند برنامه توجه بیشتر کنند، چون که این کتاب زحمت محصول فکر اندیشه خوب ایجادی متفکران ما است که باید به دست نسل نورست برسد. کتاب هست که ملت می سازد. یعنی وقتی که استاد ابو عبدالله رودکی میگن که هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه، نماد اول و از همه بالای همین فرهنگ کتاب است که خوشبختانه ملت ما ملت صاحب کتاب است و این پویایی خود در راه ایجاد همیشه ادامه میدهد. واقعا مسئله به دست خواننده رسانیدن کتاب یکی از مسئله های بسیار مهم و تا جای مشکل هم هست، زیرا وقتی در خانواده آرد و روغن و مواد غذایی در کار می شود، هر کس به مغازه می رود، اما کتاب باید در پیش نظر در پیش دسترسی کتابخوان قرار داده شود که این از جانب مسئولین شهر و ناحیه ها باید عملی کرده شود و اون قدر دهات و اون قدر ناحیه هایی که ما داریم صاحبکاران، البته بسیاری مغازه ها خصوصی هستند، صاحبکاران می توانند در مغازه های خوراکواری یا که محصولات ساختمانی خودشان یک گوشه کتاب تشکیل کنند و در اون مغازه یک کتاب های تازه نشری نشریات ها گذاشته شوند. فکر میکنم کار ثواب می شود، هم کتاب را می فروشد، هم یک مبلغ به دست می درآورد، هم سهم خود را در معرفت کنانی اهل جامعه کشور همون صاحب کار می گذارد. بغیر از اینکه مثلا بخش فروش کتاب وجود دارد، ما در همه شهر و ناحیه هامون کتابخانه های مرکزانیده شده داریم که اینا در نزد مقامات محل هستند و بسیار خوب میشد که مقامات محل در مسئله دسترس کردن کتاب های تازه نشر از نشریات ها نیز با نشریات ما همکاری کنند و از این کتاب های تازه نشر که می شود برای کتابخانه های مرکزانیده شده ولایت ها، شهر و ناحیه ها و محل ها چی کنند؟ خریداری کنند. البته همه ساله توسط کاروان کتاب در دایره عملی سازی برنامه رشد مؤسسه‌های فرهنگی از طرف وزارت فرهنگ با استفاده مبلغ های بودجه دولتی به نوبت به شهر و ناحیه ها کتاب ها برای کتابخانه مرکزی رسانده می شد، اما این کافی نیست و من فکر میکنم که ما ملت کتاب داریم، کتاب خوانیم، اهل کتاب و فرهنگ هستیم. نشر نمودن کتاب هم از نگاه زیبایی باشد، هم از نگاه علمی باشد، این رسالت اصلی و اساسی مؤسسه های نشریوی است. اما به دست خواننده رسانیدن این الکی باید که خود جامعه باید در این سمت پیشگام باشد، پیشتاز باشد و چون که شما ذکر کردید در بند نقشه چاره‌بینی ها هست که در تمام مقامات محل در شهر و ناحیه ها، حتی در دوردستترین شهر و ناحیه ها مغازه های کتابی خیلی هم زمانوی باید که باشد و امروز یک فکر به وجود آمده است که کتاب های الکترونی درست است، چون امروز تکنیک و تکنولوژی به سرعت کیهانی پیش رفته ایستاده است. ما از این چیز بیرون بوده نمیتوانیم و در یک فلش کارت مثلا ما میتوانیم که تا یک کتابخانه را وارد کنیم، اما خواندن کتاب، از روی ورق خواندن کتاب و به دست گرفتن کتاب این احساس دیگر است. این را هیچگاه
ҳеҷгоҳ китобҳои ҳамон рақамӣ гирифта наметавонанд ва ҳеҷгоҳ гирифта дар оянда ҳам агар таҳқиқотҳои нав сурат бигирад ва олимон ба ҳамин назар расиданд ки ҳеҷгоҳ ҷои китоб вақте ки мо китобро ба даст мегирем онро ламс мекунем ва варақгардон мекунем тафаккури мо комилан дигар мешавад ва дар ҳамбастагӣ мо метавонем ки ин самти нашри китоб ва бо ғизои маънавӣ таъмин намудани ҷомеаро ҳаллу фасл намоем ва мақомоти маҳал ҳам дар ин замина ман фикр мекунам ки корҳои назаррасро барои бо ғизои маънавӣ таъмин намудани мардум роҳандозӣ мекунанд. қувваи фарзандони як миллат дар илми онҳо аст, дар тафаккури онҳо аст. мавлоно, чун мо аз мавлоно ҷалолиддин румӣ гуфтем, аз абу али ибни сино гуфтем ва устод аллома бобоҷон ғафуров гуфтем ки пешвои миллат муҳтарами умари-раҳмон ин китобро шиносномаи миллат унвон намуданд. ҳамаи инҳо ба ҷомеаи байналмилалӣ чӣ гуна роҳ ёфтанд, андешаҳои онҳо чӣ гуна роҳ ёфт ва заминаи фундаменталии сохтани ин шахсиятҳо аз куҷо пайдо шуд? Аз китоб. ва бубинед вақте ки ибни сино нуҳ ибни мансурро шоҳи сомониро табобат кард ва аз ӯ як хоҳиш кард ки то ба ӯ иҷозат бидиҳад ба китобхона ворид шавад, бо китобхонаи байтулҳикма ё ин ки савонаюлҳикма. ва хушбахтона имрӯз дари тамоми китобхонаҳо барои шаҳрвандони мо боз ҳастанд ва мувофиқи он таҳқиқоте ки мо дар шаҳри Душанбе доштем, имрӯз 376 китобхона дар шаҳри Душанбе хушбахтона фаъол ҳастанд ки ин як нав нишондоди рекордӣ маҳсуб мешавад ва фикр мекунам вақте ки мардум аз ин осор истифода мекунанд ва ин китобҳо ба дасти хонанда мерасад, мо метавонем ки як насли ҳушманд, як насли донишманд, як насле ки аламбардор ё парчамбардори ин нобиғаҳои худамон бошад. бале воқеан он ба китобхона роҳ ёфтани Сино буд ки фақат як китоб эшон бо номи қонуни тиб ин қадар ғулғула мекунад ва он қадар китобҳои дигаре ки бузургони мо доранд ва ташаккур мекунем аз касоне ки суҳбати моро шуниданд ва бо мо ҳамсадо ва ҳамнаво шуданд. саломату сарбаланд бошед.